بشین. انقدر فرت و فرت زنگ زدی به من که سری بیا وسایل جمع کنیم، خوردم زمین با موتور. بیا بشین ببینم چی شده. نمیخواد بابا. پاشو بیا بریم دکتر، اینجوری که نمیشه. وای خدا چیکار کنم؟ تو نگران من نباش، وسایل تو جمع کن برو، یه ساعت دیگه بعد فرودگاه باش. بگو من تصادف کردم، از طرف منم تبریک بگو. اینجوری نمیشه، من نمیرم با این وضعیت تو. حال تو مهمتر از عروسی داداشمه. رویا میگم نمیخواد هیچ کاری بکنی، فقط وسایل رو جمع کن. من بدون تو هیچ جا نمیرم. برو دیگه، چقدر گیر میدی؟ مگه بچم؟ اگه خوب نشد میرم دکتر. امین من بدون تو راضی نیستم. رویا برو، پرواز دیر میشه. باشه مراقب خودت باش. رسیدم بهت خبر میدم. تو هم از حالت منو بیخبر نذار. باشه عزیزم.